سلام. تا حالا شده بخوای تو خونه یه سیمی رو لهیم کنی ولی هرچی زحمت میکشی اون سیم نچسبه و لهیم به خودش نگیره، مثل فیلمی که الان ادامه داستان میبینی؟ تویی که موندی ادامه فیلمو داری نگاه میکنی، 100% تو لهیم کاری مشکل داری. ادامه فیلمو با من همراه باش، یه تکنیک خیلی ساده بهت نشون بدم که راحت بتونی تو خونه مثل تعمیرکارهای حرفه‌ای لهیم بزنی. پس باره که داشته باشی. خوشت اومد کانال مهندس 98 رو ساب کن، اون پایین برات میاد مشترک شدن رو بزن، ما رو لایک کن و یه کامنت زیبا هم برامون بذار. مرسی از نگاه زیباتون. و راستی شما تو کامنت ها بگید با لهیم کردن قطعات مشکل داری؟